آلا حضرت آلا حضرت درد زهر مار شو. قربان سرت کردم نان گران شده داد مردم در آمده شورش حتمی است مسئول نون وارو بگی بیار که چپشت نون گرو نکنی؟ کی گرو نکنی؟ ما کاره نه هم مگه متی مش دستمونی تو ماچر گرو نکنی؟ بیا باره موسو بابا مکسر منم کشاورزی کشاورز؟ این کشاورز هست این کشاوردی نه؟ گندم را گرون کرد بوزه مردک چرا گندم را گرون کرد آقا کی گندم گرو کردی که باعث بو نوان نون گرو کنه کی گندم چرا گندم را گرون کردی بگو مقصود بجا با پشت حلی بودم خب همین مسئول مالیاته. مسئول مالیات نون گرو کردی گم شو مسئول مالیات بیا برو مسئول مالیات هست اعلی حضرت دستور وزیر اعظم بود که گندم را گرون کنه چشمم رو مرد حسابی پای گرو کردن نونو گندم و کوفته زربه همه زیر سر تویی؟ خودتون دستور دادید خزانه خالی است من چه کنم یعنی منم گون مش زیاده مردم عادت تکنه برای مواظب به شورش نکنه